دیروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جهت اشتراک در جلسه نوبتی شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی به شهر مسکو سفر کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سرور دولت، در این سفر امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجه سراج‌الدین اسلوف، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان عاید به مسائل رابطه‌های خارجی ارکین خان رحمت الله زاده، وزیر مدافع شیرعلی میرزا، کاتب شورای امنیت عبدالرحیم قهارov و دیگر شخصان رسمی همراهی کردند. در دایره اشتراک امامعلی رحمان در کارهای اجلاسی مذکور دیدار و گفت و شنود او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در نظر است. در نشست ساعت سران کشورهای روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت می‌ورزند. در جریان چهاربینی مذکور بررسی مسائل کلیدی تحکیم ثبات و امنیت منطقوی، مقاومت پرثمر با تروریسم بین المللی و دیگر مسائل مورد توجه اشتراکداران اجلاسی به نقشه گرفته شده است. خود همین روز در مسکو تحت ریاست وزیر کارهای خارجی جمهوری ارمنستان ادوارد نالباندیان جلسه شورای وزیران کارهای خارجی ساعت برگزار گردید. در جریان آن رهبر اداره‌های سیاست خارجی مسائل روزنامه اجلاسی پیشرو شورای امنیت دسته‌جمعی را بررسی می‌نمایند.